راهبر شدن را علمای از گذشتگان خوب نمیدانسته، علل خصوص به شخصان جوان. و حضرت عمر رضی الله عنه خیلی که در صحیح بخاری آمده است گفتند که تفقهوا قبل ان تسودوا، شما فقیه شوید پیش از آن که سید شوید. علم آموزید پیش از آن که سید شوید، یعنی سید قوم شوید، با آبروی قوم شوید، صاحب وظیفه و منصب شوید، صاحب آبرو شوید. پیش از این شما علم آموزید که بعد رئیس شدن دیگر علم آموختن مشکل است. بعد اینکه وظیفه داری، قاضی فلان شهر هستی، مفتی فلان جا هستی، دستی نزد درس عالم آمده نشستن مشکل می فراید. نمیتواند هر کی این بعد اینکه وظیفه بلند گرفت در نزد علما و در مجلس علما بشیند. بنابراین امام بخاری این سخن حضرت عمر را آوردند و گفتند که وقال ابو عبدالله و بعد ان تسود. ابو عبدالله یعنی محمد ابن اسماعیل بخاری تعلیق کرد به سخن حضرت عمر و گفت که و بعد ان تسود، بعد اینکه علم گرفتید و سید شدید با علم گرید. یعنی وقتی که راهبر شدید، سید شدید، صاحب مقام عالی، وظیفه بلند شدید، علم آموزید. و لقد تعلم اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم علی کبر سنهم. در حقیقت صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم که بهترین شخصیت های این دنیا بعد پیغمبرها بودند، در بزرگسالیشان علم آموختند. من در بین شما شخصیت هایی که سنشون به 50 رسیده است علم آموزند. این صفتی علامتی خوب است، صفتی کمال است علم آموختن.